میدونید دیگه برای درست کردن زولبیا و بامیه و آیتمای ماه رمضون ما نیاز به شربت بار داریم که من اومدم توی این پست یه شربت بار خیلی خوب بهتون آموزش بدم. اول آب رو میریزیم داخل قابلمه روی حرارت ملایم، زیرش رو روشن میکنیم، اجازه میدیم تا یه کوچولو گرم بشه. بعد بهش شکر، جوهر لیمو و گلوکوز رو اضافه میکنیم. بچه‌ها خیلی مهمه که گلوکوز رو حذف نکنین، به جای جوهر لیمو آب لیمو نزنین. تمام نکاتی که میگم رو رعایت بکنین تا یه شربت بار خوب به دست بیاد. هر کدوم از اینا یه دلیلی داره، پس هیچ کدومش رو نباید حذف یا جایگزین بکنید. این سه تا مواد رو خوب هم میزنین تا موادمون شروع به جوشیدن کنه. شروع به جوشیدن که کرد 10 دقیقه بعد بهش زمان بدیم تا بجوشه. اولش شاید کف کنه اما اشکال نداره، یه کوچولو که میگذره کفاش هم از بین میره. 10 دقیقه بعد همینطوری روی شعله ملایم بجوشه. بعد از اینکه 10 دقیقه تموم شد زیرش رو خاموش میکنیم، میذاریم یه کوچولو از داغی بیفته. در نهایت بهش زعفرون دم شده غلیظ و گلاب رو اضافه میکنیم و موادمون رو خیلی خوب ترکیب میکنیم. شربت بارمون آماده است. من اینجا ریختمش داخل یه دونه کاسه دیگه و گذاشتم توی دمای محیط قشنگ 2-3 ساعتی بمونه تا کامل خنک بشه. بعد از اینکه خنک میشه به یه غلظت مطلوبی میرسه که برای زولبیا و بامیه خیلی غلظت مناسبی هست. حتما این پستو سیوش کن که به دردت میخوره.